با سلام و سپاس شما را به طرفخانه بورک دعوت میکنیم. آب و عزت، قدر و قیمت، ناز و نعمت اینجاست. ما غذا را با محبت پخته کردیم که شما بهره بردارید. بورک، مکان خاطره های سبز. تلفن برای فرمایش 99 999 2008. سلام علیکم دوستان عزیز. مساحت بزرگی این اکتریسه دنیا رو فرا میگیرد. واقعا روبرویش انسان لال میماند و نمیدونی حتی چی بگویی، زیرا سالها را عبور کرده است، از مسیری دوره های گوناگون گذشته است، اما پر از انرژی است، خیلی پرقوت است. آنانی که میخواهند از مکتب سخت زندگی تعلیم بگیرند باید پیش همین بانوی خوش سلیقه بیایند. جیل، صفت، زیبایی، کم مصرف و اقتدار. مریم ایسایوی به همتا، هنرمندی مردمی تاجیکستان، امروز مهمانی برنامه نگفته هاست. سلام علیکم. من سلامی همه بیننده ها رو به شما میرسانم. تشکر و علیکم بر سلام. اینقدر مرا وصف کردی، از شعر شاعر بسیار هم عزیزم، دوستم، لایق شعری به یادم اومد. در این منظره که شما مرا امروز تکلیف کردید نگفته نمیتوانم. خزان ریز و خزان ریز و خزان ریز، چرا عمر جوانی بگذرد تیز؟ چرا آدم نداند قیمت عمر؟ چرا ناچیز گردد از پی چیز؟ عالی. منظره پسند است به شما؟ خیلی. من تیرمای میدونید برای چی دوست میدارم که به چی خاطر؟ همه چیز پخته میرسد. بله. دسترخوان پر از ناز و نعمت. من بسیار کدوی نغز میبینم، برای اینکه مادر کلانم گفته که این میوه بهشتی، میوه بهشتی. شعر لایق را زمزمه کردید، گفتید دوستم. لایق دوست شما بود؟ دوستم، رفیقم، بسیار وقت با هم با میخوردیم. محمود جان، لایق شیرالی، مومن قناعت، خیلی بزرگ صابر کتی علایده. ما هم همسایه بودیم و هم بسیار نزدیک بودیم. ما محاکمه میکردیم، شعرهای نوشون میخوندن. بعد کنسرت جورابیک مرادف شود اگر 6 سناریو می نوشتیم. آن همین خیلی بسیار هم دل یک دیگر را میفهمیدیم. چگونه انسان بود لایق در همون محافلی که تنگ و تنگ با هم می نشستید؟ مثلا در لابلای دستگاه نواربرداری آدم ها یک جور خودشان را کنترل میکنند، اما در حیات بعضی خصوصیت های خصلت خود را نشان نمیدهند. لایق شیرالی چگونه بود؟ نیوای همه خیلی یک دهقان بچه بریم بود اکنون. دهقان بچه. همین کلمه اکنون بسودی من که چی در حیات، چی در زمین، چی در مثلا بالای کوه، چی در معرکه بسیار هم با نفوذ که اینجا مهمانان خارجه حضور دارن، چی در هم تو عادی بچه ها، کودک ها، یعنی در همه جا یک خیل بود. در همه جا گفتم که وای دهقان در صحنه دیگر و در زندگی دیگر نبود. نه و یک روی داشت. برای همین ما از بس که خصلتمون در بسیار ایام یک دیگر به نزدیک بودیم، مطابق یک دیگر بودیم، برای همین هم دل یک دیگر زودی میفهمیدیم، هم تنقید میکردیم، هم افتخار میکردیم. تنقید میکردید؟ چرا؟ تنقید میکردیم اون چیزهای اگر اینقدر ما با معقول نباشد یا که باید که همون سطحی در کارش با چی رو مثلا تنقید میکردید؟ ما البته درگیر اطراف همین فرهنگ بودیم. تئاتر، شعر، هنرمند، رژیسور، بسته‌کار، رسام، این همه چیز جمع شده بعد یک قیام میشد، یک تئاتر میشد. یگون مثالی ویژه آورده میتوانید از تنقیدی کسی یا چیزی؟ اکنون درباره مومن قناعت گفتنی هستم که وقتی که اون کس شعرشون خوندن و بعد محمود جان گفت که یک شعری باشد که مجسم ابرز داشته باشد، بعد سروش استالینگراد. انا همین چیز به وجود آمد. خیلی میخواستم که راجع به خودتون حرف بزنیم،
همین خیلی شد که شما همین گپ سر کردید. من بله. وقتی که این خیلی سوال ها میشد من از استاد از خودتون فراموش میکنید و وصف و ستایش دوستان رو شروع میکنید. میکنید. عینی سر کرده که هم پیالی چایشون هم یک قندشون خوردگی خونشون با من بودم. چی استاد مثال گیریم ابوالقاسم لاهوتی که فرهنگی تئاتری اینقدر بلند برآوردن، شکسپیر وقتی که به صحنه موندن، من نمیتونم درباره اینها سخن نکنم. برخی ها میگویند که مریم سویوا و سایرام سویوا این دو هنرمند برجسته و بزرگ در ناحیه بالجوان ولایت ختلان تولد شدند، اما در حالنامه شما که زمان شوروی تهیه شده بود من این چیز رو نیافتم. اون وقت نمیگفتن این چیزا. 1001 شب میشد این چیزای نقل کنم. اگر پدرم هم میفرستونن میگوین که شما به وظیفه کماندیری روز که شما رفته فهمید بسمچی در کجای چخیل جامعه دریدگی چپش میپوشند، سرشون به لطه های دریدگی میپوشند، رویشون به همون سیاهی دیگه خاکستر مالیده، پایشون به یک چیزی دریدگی، انمی خیلی لباس پوشیده، تایاق دستشون به میرن. همه چیزا میفهمند. با کجا میروند؟ میروند بسمچی های فهمیدن. با کجا؟ که در کجا؟ همون قشلاق با بالجوان؟ نه بالجوان، این اسفرابه. اسفرابه شدگی این واقعه. خیلی تیر و تفنگ کم بودگی اون وقتا سنگویا گرفته بالی بمب وای کرده و یا که هم تو وارد شد اسب سوار اینو سنگو هم تیر و هم سنگ شپک میکنن. بعدی که پدرم این خیلی میبینن خوجند با میفرستون، از خوجند دوشنبه با میبیارن، مکتب پرتیوی با میخونن و obkom با کار با میمونن علاقه پدرم. بعد مادرم قطعی همراه دوتا اپیکالونی میبیون و پدرم رایانو با میفرستونن، سری خاصر با فرستودگی. بعد امین اونجا یک دریای میدونیده، اسب سوار سرخوب، از همون دریا پدرم یک اسب سوار شدگی، اپم در پشتی اسب پدرم، مادرم اسب دیگر اپم همراه مادرم از پشتشون سوار شدگی، من باشم در بطن مادر. بعد همین بالجوان سری خاصر قشلاق شهیدان مرکزی همون وای همونجا من تولد میشم. خانم همونجا، حولیم باغم پدرم اونجا کتبی رایکون بودن. اولین راهی بالجوان ساختنش سر کردنش پدرم اشتراک کردگی، اولین تراکتور آوردگی پدرم و یکو قصه هایی که نقل کنم اگر هم تو حیران میشوید، افسانه بری. سایرام بزرگتر است یا شما؟ من کلون سال هستم از وی. سایرام وقتی که پدرم جنگ کماندیر تعیین کردند و جنگ سر شد، بعد پدرم کیرواباد بودن، یعنی که رایونی 5 وقت کیرواباد میگفتن. از همونجا هم سرحد به درس میدادن، درس سیاسی عسکرای سرحد به اونجا سرحد بود. که وزیر من شما بگویم که چخیل پدر سایرام چخیل تولد شدگی. بعد پدرم کماندیر تعیین میکنن، اشالون از دوشنبه هم عسکرای میبرند جنگ استالینگراد به، هم آزوقه کنسر و سر و لباس من این بایوی پشمین. آن همون وقت سایرام تولد میشود در شاه منصور. همون پاوروتی ایرپورت هلی هم خانه ما همونجا هست و یا نوار گرفتگی فیلمی که درباره من گرفتن هلی هم وای خانه هست. ببینید که و یک تا پهلوان ایسا بود که کشته شد سالهای جنگی برادر. انا همونجا زندگی میکرد از خونه ای که ما سالهای جنگ در اونجا حوالی چای خورده که دوتا خونه چه داشتیم. وزیر در آثارخانه میبینن جوان ها همون کفش چوبینی 3 تا و پایه دارد که همون کفش من پوشیدگی، چگینه به من سوار شدگی. انا این تاریخ ما تولد شدگم. اصلا بابا کلون من از مچوی کهنه قشلاق وادیف و دهوز. یک زمان کمی از کارهای تئاتری کنار رفتید و خود را به تربیه کودکان زدید. یک مرکزی بود برای تعلیم کودکان. هنوز فعال است؟ نه وای فعال نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که ما وای بینوی قسمان هم باشد
تعمیر کردیم و باغ بنیاد کردیم که کودکان نامش مالینکای سانتا باربارا گفتم خیلی نام گذاشتن. این بینای از ما گرفتن، وعده کردن دیگر بنا ندادن. و این قصه دورمداروز است. کتاب من اینجا، کتاب گل امیدی من مریم عیسی، در اینجا همه چی قریب نوشته شده است. اون فوجیه هایی که شما روی صحنه میارید و نقش میآفرید دل آدم رو پاره پاره میکنند، چون نقشی مادر رو میآفرید، از سختی های رنج مادر حرف میزنید، گریه میکنید، آدمان برابر شما گریه میکنند. اکنون این گپتون، این سوالا بسیار به من میتیند و اکنون میگویند که من نقش میآفرم، نقش میبازم. در سیمای هوای زنهای و مادرهای و جوان دخترهایی که آفریدم، من به درون آنها میدرایم. من مریم الکی همون قهرمان من میشم. یک نقش بسیار هم باز هم خیلی غمناک و من سپاریدن که اونجا اولین زنی که چادر خودش میپرتاید و آزادی به زنهای تکلیف میکنه و تیر میخورد. بعد همین نقل کردم، بعد مادر جانم گوش کردم، پدر جانم هر دیشون. بعد مادر جانم گفتن که دخترم برای چی تو فقط نقش های همین گریه، عذاب، مشکل، همین نقش های دیگه بازی نکن، من دیگه رو بازی کنن. همین خیلی کرده سخن کردن که پدرم باتشته گفتن که های کرامت جان، نام اپی کلانی ما گرفته، های کرامت جان این گپ دیگر نگوی. تو میدونی که مایرام جان مویا درونش با ولکان ششتگی، اگر وای ولکان نبرارد وای نابود می شود، ولکان درونی وای می خورد. بعد پدرم گفتم که دادو جان همین کی مو با هنرمند بود و کی چی بود اولادی مو با که ما همه خیلی شدیم. خانه مو با کجایی که می رفتیم یک تا دایره یک تا دوتور کشول بود. بعد یک بار پدرم گفت است که دادو جان اکو پدرشون با من همی خیلی خوب دیدم، همی چه خیلی خوب دیدی، همی دوتور من زد سودیم، همی خیلی دوتور نواق سودیم، دوتور نواق سود. این همین قدر خوبی گفتگیشون با بابام کوخم برفته دوتور خریده میبیارن، دوتور خریده آورده پدرم به میتیان، پدرم گرفته نواختن میگیرن، هیچی نخوندگی هیچی وینه. این معجزه نمی. اینا نقل کردن. گفتم که مادرت همین قدر خوش روی، موی های دراز، موی های جنگله، موی منم خیلی جنگله بود، ما جنگله ندیک. بعد همین خیلی میگود یگان توی به یاری آواز مادرت نمیگذشت. عجب. همین خیلی آوازش بلبل بر این بود که یار گوید، اگر همه با وجد می اومدن. بعد من گفتم انا برای چی؟ خونی ما با این چیزم، یعنی فرهنگ بینید، زبان، دانش تاریخ، تربیه انمین کودکستان و عالم و ادب. ولی سایرم میگوید که از همه بسیار از همه خواهرها شما فقط پدرم که پدرم من پسرم میگفته، دختر نه پسر. من قرض پسری فقط ادا کردگی در حیاتم. ببینید هنوز هم در تئاتر در این سین خیلی مبارک خانه نشینی نکردید. خیلی ماهی به آب زندگی کردن نمیتواند. من هم به صحنه، به تئاتر، این از جانب من باشد. من بسیار در همه سال و زمان و همون جنگ و جدال و چه که نبود، من فقط همه جا لازم بودم، من ضرور بودم. اگر در تئاتر، در سپیکتاکل هایی که من رژیسورای نو پیدا شدند و نغمه های نو سر شد، من بند نبودم، من کلیپ میکردن. اگر آدم مهارت داشته باشد تمام دنیا رو در یک صحنه‌چه خرد میتواند جا بکند. پدرم یک بار فقط می اومدم من میگفتم دخترم امروز تو برآمد داری یا وقت داری؟ حیران میشد. بعد یک روز دادا جون چی به شما از من همین سوالا میتید؟ از هر کی در اومدم میگفتن که اگر خالی باشی ششتا صحبت کنیم، صحبتای ما آخر نداشت. بعد سانی گفتن که نفقه برای دخترم گفتن. من هم خیلی حیران شدم. من گفتم دادو جون ولی نفقه با من هیچ کس نمیبرارد، من 42 ساله شدم، باید 55 سالگی با میبرایی.
بعد گفتن که برای چی این خیلی گفتی دادو جون؟ بعد نیوی گفتن دخترم تو همین قدر مشهور دل خلق و جا شدگی که کجایی که نروی همین در تق تق کنی اگر درک شده هم تو توی با آغوش گریفته برده دسترخوان با میشنونند و دسترخوان نزدت با میکشوید. رزق تو همه جا با پاش شدگی از چی؟ از هنرت توی همه دل دادگی تو برای اینکه تو دخترم این گپ بینید این فلسفه این یک کتاب برای اینکه تو هر یک نقش آفریدگیت به دلت وی ها به میسپاری. درست است. دلت همه به تقسیم میکنی. درست است. مهرت. شما گفتید که تا لحظه که این نغمه ها پیدا شدند کدام نغمه ها؟ آخر نغمه هایی که رژیسور پولدار باشد اگر یا که وی خواهد اگر کی خواهد میگیرد کدام اثر خواهد میموند وی به فرقش نیست که کی این نقش امون آدمی درکاری باید بازی کند یا که یگان نزدیکش گرد و اطرافش یعنی که لیکن فرهنگ به این چیز یعنی غرض و منفعت جویی هست. یعنی همین خیلی من اینم نوشتگی کتابم که یک رژیسور نامش نمیگم من روی راست ویوبه میگم روی راست من گفتم 15 سال عمری من خوردی تو 15 سال دیگرش 10 سال لیکن من این خیلی به نقش نموندم کینو به دعوت کردن من اینجا به مرکه ها به بخوری بعد سونی خودم سیناریا می نوشتم تئاتر یک اکتور مدرنامه هر سال انا خیلی حاضر با برنامه نو مدرنامه نو نوشتم که وی با موسیقی همراه کرده نصیب باشد تحفه میکنم برای روزی مادران و زنان. یک سوال خصوصی میدهم اما اگر نخواهید پاسخ ندهید ما میتوانیم این را از برنامه برداریم. چندین مخلصان شما میگویند که فاجعه هایی که در زندگی مریم سایه سرزده است بزرگتر از فاجعه های هست که در روی صحنه نقش آفریده است. در این خصوص حرف زدن نمیخواهید؟ حرف میزنم برای چی نه؟ شما حاضر با این سوالتون تارهای دلی من ناخون زدید. اگر نخواهید حرف نزدید. نه استید ناخون زدید. آن پر از خون بود لیکن حاضر وی خون قاق شدگی. برای چی؟ برای اینکه وی خون از من نرفته است و در دل من جا شدگی. اکنون یک تا مثال میبیارم وقتی که من تهمینه رستم سهراب بازیدم همون فوجه بزرگ از همون جا سر شد رژیسور فهمیدن که من اکتریسه کدام مشتب بودیم. بله. از همونجا بعد یک شخص رادیو با کار میکرد و ژورنالیست درباره من مقاله نوشته است. بعد همون نوشتگی که وقتی که تخمینه مرگ سهراب میفهمد وی از دشت و کوه و دمنها مویهایش پریشان پایلوچ لباسهایش الکای برهنه شدگی گریان لیکن از چشمانش اشک نه خون میچکید. انا همون چیزی که من گفتم وی آدم من وی یافته تیتون وی آدم یافته تید که من شناس شوم وی کتی وی چخیل انا این چیزا یافته است چخیل از دلی من خون چکیده نشه وی حس کرده است بجای عشق. عیناً همین حادثه در من شد. اگر اونجا یک تا سهراب باشد اینجا انمین جنگی برادر کش به هم دختر یگانه هم نبی چکی 3 ساله هم دامادم بختیار جان اینا کشته میشوند در خانه شون. 10 روز 3 قلف کتی محکم میشه. 10 روز من میکوبم 10 روز میجویم. بعدی که این اکنون بسیار فاجعه دهشت بود که چخیل ماشین به شوهرم کودک در دستش دخترم بالا من نموندن وی کردم به من تریزه همین بالکن میکشدم و فریاد میزدم میگفتم خدا جان من چی گناه برای چی فرزندای من برای چی گناه داشتنم خصوصا نبیره 3 سالم که وی های قاتلو نکشتیتون که گل نظر کلدی بعد امون سنگ مرمر بنوشت
سه تیر زده شد به سر کودک. بسیار شیر این سه تیر به جان شما زده شد. این من کشتن وای ها وای فرزندوی من. دشمن همین پدرم درباره دشمن بسیار سخن میکرد. بسیار من به دشمنی شد. یک زن دیگر مشهورم من به همین خیلی کرد وای من کودکای من عذاب داده من کشتن. خواستن که لیکن من نمیردم. برای چی؟ برای اون که شما خیلی قوی هستید. هم مستحکم اراده من بدسانی با وجدان و با وقار. یک سوال پیشکش میکنم متوجه شوید به این سوال. چی آرزو دارید؟ آرزو دارم که همین قدر مهنتای کردگیم همین فقط خدا جان که گپ میزنم دیگر آدمی نزدیک نمونده است به فکرم. تنها من خدا میشنود لیکن همون میگم که اکنون همین قدر مهنتای کردگیم چه در حیات شخصی چه در هنر و دیگر اعضاهای جمعیتی بسیار و همین قدر اکنون راحت بینم. آخه کی من راحت میبینم؟ حاضر خانه مایه میبردارن پولای من بانک بماندگی بودم 16 سال جمع کردم. این گپی نمیگفتگی لیکن من امروز گفتنی هستم. همین قدر خواهش کردم التماس 7 سال انتظار من فقط از این ماه به وی ماه از وی سال به وی سال انا فلان انا مهمت. چقدر مبلغ شما چقدر پسنداز شما در بانک ماند؟ خواهی اکنون پسنداز کرای یک خانه بسیار ارزنده. چند سوم؟ چقدر؟ اکنون من چند سومش نمیگویم ده. چه فایده دارد؟ من از یکون در عمرم پدرم هم خیلی نصیحت میکنن که هیچ گاه اگر خوراک پزی کارتشکا نداشته باشه پیاز می یگون چیز از همسایه قرض نگیر. نه قرض عمرم به نگرفتیم لیکن من پول جمع کردگیم انا این حاضر دیگر خانه ویران میکنن جایش به انا اونجا بایم من باز در عذاب موندم. فریب دادن من جایش به خانه من به پیشنهاد کرد. آخر من خانه رو گرفتید؟ نه خانه 7 سال شد و حاضر حبس کردن 2 کسه برای اینکه وای ها یک خانه 2 کس 1 کس 4 کس بفروختیان. این گوی پول همون خانه کیم کی گرفته خارج امریکا گرفته رفته است. به هر حال من فکر میکنم که مسئولین شهر این مسئله رو بررسی میکنند به منفعت شما اگر مبلغ شما پسندازی شما با این حجم در بانک مانده باشد. ولی کنون 7 سال شد 7 سال و باز دیگر خانه از اونجا برداشتن انا وای پرابلم اینم انم خیلی تنگی به ماندگی من. برای همین این قدر من میگم این قدر مهنت کم این قدر ویوی کردگیم نه چی به همین قدر میگوین زن مادر. من دوره سویتی برآمد کرده میگفتم که با مادر زن هیکل موندن مادر کار. بله. من همین چیزهای 40 سال زیاد 50 سال برآمدم به این آرزو شد. من یک چیز دیگر گپ زنم حاضر یک سناریو نوشتگی درباره معلمه‌ای که از بلاکاد لنینگراد بود. بعد یادتون باشد اگر همون بلاکادنیکوی تاجیکستان باورن من مینگلیت تئاتر مایاکوفسکی بود. بعد این زن میبیاد آموزگار بود وای زبان ادبیات و زبان روسیه درس میدهد. تمام حیاتش همینجا میگذارد. کادرهای خودی من بر این شکل تربیت کردگی بهترین کادرهای تاجیکوی تربیت میکند. این پیسه هست؟ پیسه؟ نه این سناریو کینو. بعد جنگ برادرکش میشود. پسرش قطعی زنش امریکا میره نبیرش قطعی داموتش میمونن. اکو وای ها از همینجا سر میشد که وای ها ارزوی آن را دارن که همین کمپیر مراد و خانه فروخته اینها هم رود. این بسیار موضوع این فیلم است؟ برای فیلم؟ برای فیلم. این ارزوی شماست؟ این فیلم ملکه وای ما تیار ما باید که بهار سر میکریم نواره از بس که اینجا زدیم خدا اونجا زدیم. حتی وزارت معارف برفتیم که این آموزگار وای همین تاجیکستان وطنی وای شده است. وای هیچ جا نرفت نه جنگ و نه جدال و نه کمبودی عذاب بنگانه. گفت که این وطنی من است اینجا. بعد یک چیزش که اونجا همین شاگردایی که تربیت کردی ویا نگاهی بین میکنن چخیل میبیان خبر میگیرن چخیل عجایب است بسیار سناریو.
سپاس. من مطمئنم که آرزو شما عملی میگردد. استاد اقلا ارجمند همین عملی میگشت و نه اینکه آرزوی من وای موضوعی حاضر جهانی شدگی همین جهان به چه حادثه شده است انا همون جبه گفته می شود. به برنامه ما خوش آمدید. از این زیاد دیگر شما رو اذیت نمی کنم با سوالهای خودم. این فضا خیلی زیباست، اما شما زیباتر از این فضا هستید. شما زیباتر از زیبایی های تمام فصل ها هستید. شما بسیار شاعرانه گفتید، لیکن من اکنون بعضی میگن که این زمستون این خیلی گنده یا کی وای من همه فصل دوست میدارم. میدونید برای چه؟ شما همه فصل رو دوست میدارید ولی ما شما رو دوست میداریم. تشکر. لیکن برای اینکه هر یک فصل همین فصل خداوند انسان به دادگی. من عموما همه یک فرزند میدونم برای خودم در سیمای شما. قربان شما. برای همین هم اینقدر شاد شدم وقتی که فهمیدم که بعد همین قدر سال ما روبرو میشویم و بعد اون چیزهایی که من هیچ نگفته بودم و گفتنی هم نبودم راستیگه من همه چیز در خودم نگاه میدارم. سپاه نشون نمیتیم نمیگویم من بیمار هستم من عذاب هستم من این خیل، برای اینکه دیگرها من دیده از من عبرت میگیرند. برای اینکه من سیمای مجسم هستم که وای ها باید که از من قوت گیرن. خدا من اجازه نمیتیم این چیز با من همین جوان هایی که من نوار گرفتادین همه اینهایی هم چندین برنامه ها با ما رو برو شدگی. من اپیراتر بله شاگرد شما. شاگردی من جوان ترین بچه اینقدر شد. این خوشبختی نیست. امروز بینید افتوبه بینید گویا که من در بهشت باشم، لیکن حقیقتا هم ما در بهشت هستیم و صحبت های ما شاید برای تقدیرهای بعضی ها عبرت شود و آن خطاگی ها آن چیزهایی که نقص العقلانه استفاده برده میشد در حیات در ملت ما نشود دیگر این چیز. تشکر به شما. نه فقط بریتانیای کبیر زنی آهنین دارد، یعنی مارگارت تیچر. زنی آهنین ما مریم است، مریم روینتن. از لطافت و نزاکتش حرف بزنیم نازکتر از پری پروانه است، اما روحی آهنین دارد. ببینید زن نازک است اما روحش از جنسی آهن است، سخت‌تر از آهن. آنانی که در پیش مشکلی های زندگی شکست خوردن باید از مریم درس بگیرند. مریم بی‌نظیر، مریم بی‌تکرار، مریم بزرگ. برای چی شما این سخن رو گفتید؟ اکنون من نمیتونم خاموش باشم. بگوید. وقتی که به سر من اینقدر عذاب و مشقت و چی خویی رو که ناوردن وای 1001 شب من همش به طاقت میکردم. بعد 2 نفر من نمیگویم یک تاش همون جان و جگرم حتی بود گلی امید به اومده همین خیلی در اومده گفت که تی ژلیزنaya لیدی اون خیلی تئاتر باید من از این ژلیزنی لیدی احتیاط شویتون از این دهشت ناموشونه نمیگویم هنرمندای بسیار نامی هم گفته این گپه. من زور گریستم. یک روز همین خیلی گریسته ایستادم که یکی همکورسم تورخان احمد خانوف درک شد و در اومد فویه اکتوری با. بعد من همین خیلی دید و همین خیلی مریم چی شد تو با چی واقعه روی داد؟ بعد من گفتم تورا جان من همین خیلی حتی بسیار از اولادم یک از من همین خیلی گفت با اینجا به همین خیلی آخر من چی گناه کردیم؟ وای من آغوش بگید تازه هر باره روز سه‌شنبه بخوریم وای من آغوش میگیرد. آغوش بگرفتم خیلی گفت آه این چی کلمه بزرگ وای هم خیلی گم میزند گفت این چی کلمه نادیر توی وصف کردین تو میدونی مارگارت تیچر کی وای زنک همه دنیای به جنبش آوردگی تو همین خیل من به نگاه کرد گفت اشکوتا پاک کن تو همه خیلی هستی. هستی همه خیلی درست. من هیچ گفت فراموش نمی کنم. همیشه صحتمند این لحظه بینه این از گپ شما برآمد. درست است. همیشه همین گونه روی این تن باقی بمانید، پر قوت، پر انرژی.
پدرود گفتن خیلی دشوار است برایم. نمیخواهم که از جهان و از دنیای زیبای مریم جدا باشم، اما به هر صورت خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خداحافظ، سلامت باشید. تشکر.